به نام خدای مهربان. درس 19 حلزون. آیا حلزون دیده ای؟ حلزون ها بدنی نرم دارند. بیشتر آنها یک صدف دارند که به پشتشان چسبیده است. هر وقت حلزون احساس ترس می کند همه بدنش را داخل این صدف می برد. حلزون خیلی آرام حرکت می کند و هنگام حرکت سر و بدنش از صدف بیرون است. صبحها اگر کنار سبزه ها و مزرعه ها قدم بزنید تعداد زیادی حلزون می‌بینید. حلزون وقتی حرکت می‌کند اثرش روی زمین یا هر چیزی دیگر باقی میماند. آیا می‌دانی که به حلزون حیوان خانه بدوش میگویند؟ غیر آخر ه آخر. بچه حلزون خیلی قشنگ است. ما امروز تو کلاسمون حلزون داشتیم. خیلی باحال بود. سلام بچه ها، آفرین بهتون، خیلی خوب از رو درس خونده بودید. اما چون درس منه اجازه بدید تا خودم از رو درس بخونم. ببخشید که دهنم پره. درس 19 حلزون. آیا حلزون دیده ای؟ خب معلومه دیگه، منم دارم کاهو میخورم. حلزون ها بدنی نرم دارن. بچه ها بدن ما خیلی شفاف. الان نگاه کنید من کاهو میخورم. نگاه کنید مشخص. بیشتر آنها یک صدف دارند که به پشتشان چسبیده است. هر وقت حلزون احساس ترس میکند همه بدنش را داخل این صدف میبرد. حلزون خیلی آرام حرکت میکند و هنگام حرکت سر و بدنش از صدف بیرون است. صبحها اگر کنار سبزه ها و مزرعه ها قدم بزنی تعداد زیادی حلزون میبینی. حلزون وقتی حرکت میکند اثرش روی زمین یا هر چیزی دیگر باقی میمانند. بچه بیا غذاتو بخور، الان همشو میخورن. آیا میدانی که به حلزون حیوان خانه به دوش میگویند؟ ه غیر آخر ه آخر. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درس 19 حلزون. آیا حلزون دیده ای؟ حلزون ها بدنی نرم دارند. بیشتر آنها یک صدف دارند که به پشتشان چسبیده است. هر وقت حلزون احساس ترس می کند همه بدنش را داخل این صدف میبرد. حلزون خیلی آرام حرکت میکند و هنگام حرکت سر و بدنش از صدف بیرون است. صبحها اگر کنار سبزه ها و مزرعه ها قدم بزنی تعداد زیادی حلزون میبینی. حلزون وقتی حرکت میکند اثرش روی زمین یا هر چیز دیگر باقی میماند. آیا میدانی که به حلزون حیوان خانه به دوش میگویند؟ ه غیر آخر ه آخر. ما حلزون ها شما رو خیلی دوست داریم.